ایسکرا 891 14 تیر 96 5 ژوئیه 2017 به سردبیری عبدال گلپریان منتشر شد. در این شماره نشریه ایسکرا نوشته ای داریم از نسان نودینیان. 7 تیر 30 سال گذشت، سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت که در بعدازظهر 7 تیر ماه سال 1366 شهر مرزی سردشت مورد حمله نیروهای بمب‌افکن‌های شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت. 4 بمب در شهر و 3 بمب دیگر در روستاهای اطراف این شهر فرود می آید که 110 نفر از مردم شهر جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 نفر مصدومین این جنگ هستند. هر سال مردم شهر سردشت به یاد این فاجعه شیمیایی، بمباران شیمیایی در خیابان‌های این شهر مارش اعتراضی برگزار می‌کنند. امسال در محکومیت کشتار کارگران کولبر یکی دیگر از مطالبات کسانی بود که در این مارش اعتراضی شرکت کرده بودند. این اعتراض و مارش خیابانی مردم سردشت در محکومیت بمباران شیمیایی، در محکومیت جمهوری جنایتکار اسلامی که کمترین و نازلترین امکانات پزشکی و دارویی را در اختیار نزدیک به 10,000 از مصدومین گذاشته، یکی از خواستهای این مارش بوده و در عین حال مردم سردشت در محکومیت کشتار کارگران کولبر شعار می‌دادند و خواهان توقف کشتار کولبران هستند و جمهوری اسلامی به عنوان قاتل کشتن کارگران کولبر محکوم کردند. در این شماره نشریه همچنین ما اطلاعی داریم از کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران که در ارتباط با بمباران و توپباران مناطق مرزی است. نشریه ایسکرا 2 ستون ثابت داره که ستون ثابت اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان توسط عزیزه لطف‌اللهی تهیه و منتشر می شود. در این ستون مهمترین مسائل جنبش زنان، اخبار زنان و مسائل سیاسی و اجتماعی جنبش زنان منعکس می شود. همچنین در ستون نگاه هفته، ستون ثابت که توسط نسان نودیان تهیه و تنظیم می شود، مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهای کردستان را شامل می شود. در این هفته از نگاه هفته یکی از مهمترین بحث اخاذی مقامات آموزش و پرورش از والدین محصلین دوره ابتدایی است که از آنها خواستند برای حق بیمه 7,500 تومان و برای در واقع شهریه است 200,000 تومان پرداخت بکنند. کانال ندای کارگر از مریوان تحت عنوان تحصیل رایگان حق ماست این خبر را منعکس کرده و خواهان تحصیل رایگان برای کودکان و دانش آموزان شده‌اند و این یکی از مهمترین شعار امسال کارگران در تجمعات اعتراضی در تهران و دیگر شهرها بوده است. همچنین در نشریه ایسکرا نوشته‌ای داریم از مینا احدی تحت عنوان بالچک نمیتوان در ایران به قدرت رسید و این نوشته در ارتباط با سازمان مجاهدین و سخنرانی‌های مریم رجوی در همایش‌هایی است که تعدادی از مقامات حکومتی امریکا، عربستان سعودی و جاهای دیگر شرکت کرده‌اند.
و نوشته ای داریم از کاظم نیکخواه تحت عنوان در نقد وطن پرستی که این متن گفتگوی تلویزیون کانال جدید بوده است با کاظم نیکخواه. نشریه ایسکرا روزهای چهارشنبه منتشر می شود، شامل اخبار و گزارشات مهم سیاسی و اجتماعی در کردستان می باشد.